نیروهای تحت امر شما اینجا ظلم کردن آقای حکمت و واقعا اینها به خدا من این خانواده ها رو میشناسم و والله قسم جلاله دارم میخورم اینا نسلا در نسل اهل اینجا هستند، مطلقا اهل زمین خاری و نظایر اون نیستند. حضرت علی رو ما همه به کارآمدی، به توانمندی، به عدالت میشناسیم، اما آنچه که اینجا اتفاق افتاده آقای دکتر، من فکر میکنم با تمام آنچه که امامین انقلاب میگن، آنچه که شرع انور اسلام میگه، در تضاد بوده. ما یه خواهشی از شما داریم، دیشب هم محبت کردید، گفتید آقای سعیدی شما اونجا برید، ما در واقع هر تعهدی که باشه و در چارچوب قانون باشه کمک میکنیم. من میخوام خود حضرت علی فرصت بکنید تشریف بیایید در بین مردم، مطالبات به حق اونها رو، مطالبات قانونی اونها رو بشنوید، تفکیک بکنید بین آدم‌های در واقع زمینخوار و انسان‌هایی که از فرط ناچاری اینجا نسلا در نسل اینجا زندگی میکنن. الان ما به این خواهر خودمون چی بگیم آقای حکمت؟ من جوابم به این مردم چی باشه؟ من به عنوان یک شهروند، به عنوان برادر به شما دارم عرض میکنم، هیچ وجاهت حقوقی ندارم، اما به عنوان یک مرد بلوچ که درد این انسان‌ها رو دارم از نزدیک میبینم، اینا رو من موظفم تا عالی ترین شکل ممکن اینا رو منتقل کنم. حضرت علی چه کمکی و چه لطفی، در واقع لطف که چه بگم، چه جبرانی مافاتی میخواهید بکنید برای این مردم؟ آقای دکتر شما هم کردید، من این رو اصلا اولویت گذاشتم، همون دیروز بچه ها گفتم برن، من خودم دیروز بازده داشتم من منطقه اینا از شنبه صبح تشکیل پرونده میدن، اونایی که زیحن در اونایی که واقعا فرموده شما اینا مورد عینه که واقعا سکونت داشتن ما بهشون زمین میدیم، یه خونه مقاوم هم مقاوم براشون میسازیم. همین داستان الان داره بساط ما در ما بندی کردیم، شهر باید برای همون کفرنشینان در حال ساخت مقابلش واگذاری شده، اینا رو هم همونجا همین تعدادی که بیشتر و خونهشون بیره چند روز گذشته تخریب شده، حتما یه خونه خوب، یعنی شنبه ما تشکیل پرونده میدیم، یه زمین خوب جانمایی میشه و یه مسکن مقاوم براشون آقای دکتر، اینجایی که این خانه‌ای که من هستم، خانه مادر خودم رابعه خانم، این همینجا ساکن بوده، این جای دیگری؟ آره این رو متناسب با طرح روستا آنچه که ضوابط شما میگه، ما اصلا آقای دکتر به هر حال من که آقای حکمت، من که به هر حال ضوابط رو هم میشناسم، محدودیت های کار شما رو هم میشناسم، میدونم که شما هم یه سری ملاحظات، یه سری معذوریت های قانونی دارید با رعایت همه اونها، اما آنچه که اتفاق افتاد، این نحوه برخورد در نصف شب، اینها واقعا به نظر من اینها باید با اینها برخورد جدی باید بشه. این کار دستور دادستانی داشتن، اینا بدون هماهنگی با ما رفته بودن، اقدام کرده بودن، بماند که با این خودشون هماهنگی می‌کنن، ولی ما حتما با اونها هم میگیم که ملت شما اصلا هر مورد زیر باشه بکنید، در واقع مطابق قوانین مقرر ضوابط نه با هماهنگی، کما اینکه حالا باشون خانم هم بودن برای ما حتما باشون برخورد میکنید، اینها نگران نباشن، براشون حتما یه زمین خوب و یه مسکن هم براشون. ممنون از لطف شما. ما هم خواهش ما اونهایی که اینجایی هستند، ما همه مردم گواهی این رو میدن. بنده عرض کردم من این خانواده ها رو بعضا خودم 32 سال با این خانواده زندگی کردم، با اینها یک جا بودم. به خدا اگر بر مبنای شنیده ها بود، شما که منو میشناسید آقای دکتر، من صرفا بر مبنای شنیده قضاوت نمی کنم، والله با اینها زندگی کردم، نسلا در نسل اهل اینجا بودن. علی حال فرمایشات شما بسیار فرمایشات متینی بود و من این رو خواهش رو دارم، شما صادق الوعد بودید، شما معمولا آنچه که تعهد میکردید اخلاقا انجام میدادید. الان هم به بنده به عنوان برادر خودتون، چون بنده که وجاهت حقوقی ندارم، این تعهد رو میدید. من خواهشم از شما اینه این رو به صورت ویژه، یعنی شما بعد میرید زایدان، اینجوری نشه که فراموش بکنید مردم دردر، مردم رمین چه کشیدن تو این مدت. من خواهشم اینه این رو اون رو جلوی تو دفتر خودتون اینو بنویسید. من هر چند روز یک بار پیشرفت این موضوع رو از شما به عنوان برادر شما از شما میپرسم. دست شما درد نکنه، ممنون از محبت شما، قربان شما. به نیابت از ما آجای پرور هم بعد از این موضوع خدمت شما همون زایدان خواهد رسید که بشینیم سریعا این قصه رو به سرانجام برسونیم. من مجددا از مردم میخواهم که بنده و شما رو حلال بکنن به خاطر این اتفاقات تلخی که افتاده. ممنون از
نیروهای تحت امر شما اینجا ظلم کردن آقای حکمت و واقعا اینها به خدا من این خانواده ها رو میشناسم و والله قسم جلاله دارم میخورم اینا نسلا در نسل اهل اینجا هستند، مطلقا اهل زمین خاری و نظایر اون نیستند. حضرت علی رو ما همه به کارآمدی، به توانمندی، به عدالت میشناسیم، اما آنچه که اینجا اتفاق افتاده آقای دکتر، من فکر میکنم با تمام آنچه که امامین انقلاب میگن، آنچه که شرع انور اسلام میگه، در تضاد بوده. ما یه خواهشی از شما داریم، دیشب هم محبت کردید، گفتید آقای سیدی شما اونجا برید، ما در واقع هر تعهدی که باشه و در چارچوب قانون باشه کمک میکنیم. من میخوام خود حضرت علی فرصت بکنید تشریف بیایید در بین مردم، مطالبات به حق اونها رو، مطالبات قانونی اونها رو بشنوید، تفکیک بکنید بین آدم‌های در واقع زمینخوار و انسان‌هایی که از فرط ناچاری اینجا نسلا در نسل اینجا زندگی میکنن. الان ما به این خواهر خودمون چی بگیم آقای حکمت؟ من جوابم به این مردم چی باشه؟ من به عنوان یک شهروند، به عنوان برادر به شما دارم عرض میکنم، هیچ وجاهت حقوقی ندارم، اما به عنوان یک مرد بلوچ که درد این انسان‌ها رو دارم از نزدیک میبینم، اینها رو من موظفم تا عالی ترین شکل ممکن این رو منتقل کنم. حضرت علی چه کمکی و چه لطفی، در واقع لطف که چه بگم، چه جبرانی مافاتی میخواهید بکنید برای این مردم؟ آقای دکتر شما حمد کردید، من این رو اصلا اولویت گذاشتم، همون دیروز بچه‌ها رو گفتم برن. من خودم دیروز بازدید داشتم من منطقه، اینا از شنبه صبح تشکیل پرونده میدن. اونایی که دیدن و اونایی که واقعا فرموده شما اینا مورد عینه که واقعا صحبت داشتن، ما بهشون زمین میدیم، یه خونه مقاوم هم مقاوم براشون میسازیم. همین داستان الان داره بساط ما در ما بندی کردیم، شهر باید برای همون کپردشنات در حال ساخت مقابلش واگذاری شده، اینها رو هم همونجا همین تعدادی که ریختن و خونهشون توی چند روز گذشته تسلیم شده، حتما یه خونه خوب، یعنی شنبه ما تشکیل پرونده میدیم، یه زمین خوب جانمایی میشه و یه مسکن مقاوم براشون آقای دکتر، اینجایی که این خانه‌ای که من هستم، خانه مادر خودم رابعه خانم، این همینجا ساکن بوده، این جای دیگری؟ آره این رو متناسب با طرح روستا، آنچه که ضوابط شما میگه، ما اصلا آقای دکتر به هر حال من که آقای حکمت، من که به هر حال ضوابط رو هم میشناسم، محدودیت های کار شما رو هم میشناسم، میدونم که شما هم یه سری ملاحظات، یه سری معذوریت های قانونی دارید با رعایت همه اونها، اما آنچه که اتفاق افتاد، این نحوه برخورد در نصف شب، اینها واقعا به نظر من اینها باید با اینها برخورد جدی باید بشه. این کار دستور دادستانی داشتن، اینا بدون هماهنگی با ما رفته بودن، اقدام کرده بودن، بماند که با انتظام خودشون هماهنگی می‌کنن، ولی ما حتما با اونها هم میگیم که ملت شما اصلا هر مورد زیر باشه بکنید، در واقع مطابق قوانین مقرر ضوابط با هماهنگی کمایی که حالا باشون خانم هم بودن برای ما حتما باشون برخورد میکنید. دست رو در اینها نگران نباشن، براشون حتما یه زمین خوب و یه مسکن هم براشون ممنون از لطف شما. ما هم خواهش ما اونهایی که اینجایی هستند، ما همه مردم گواهی این رو میدن. بنده عرض کردم من این خانواده ها رو بعضا خودم 32 سال با این خانواده زندگی کردم، با اینها یک جا بودم. به خدا اگر بر مبنای شنیده ها بود، شما که منو میشناسید آقای دکتر، من صرفا بر مبنای شنیده قضاوت نمی کنم، والله با اینها زندگی کردم، نسلا در نسل اهل اینجا بودن. علی ای حال فرمایشات شما بسیار فرمایشات متینی بود و من این رو خواهش رو دارم، شما صادق الوعد بودید، شما معمولا آنچه که تعهد میکردید اخلاقا انجام میدادید. الان هم به بنده به عنوان برادر خودتون، چون بنده که وجاهت حقوقی ندارم، این تعهد رو میدید. من خواهشم از شما اینه این رو به صورت ویژه، یعنی شما بعد میرید زایدان، اینجوری نشه که فراموش بکنید مردم دارد، مردم رمین چه کشیدن تو این مدت. من خواهشم اینه این رو اون رو جلوی تو دفتر خودتون اینو بنویسید. من هر چند روز یک بار پیشرفت این موضوع رو از شما به عنوان برادر شما از شما میپرسم. دست شما درد نکنه، ممنون از محبت شما، قربان شما. به نیابت از ما آجای پرور هم بعد از این موضوع خدمت شما همون زاهدان خواهد رسید که بشینیم سریعا این قصه رو به سرانجام برسونیم. من مجددا از مردم میخواهم که بنده و شما رو حلال بکنن به خاطر این اتفاقات تلخی که افتاده. ممنون از